من وقتی که میپوشم خودم از خودم خرسند میشم که چونین من میزیبا کنم. و در برابر این وقتی که ناحیه‌های دوردست من به نزدیکی در شهر خورو بودم. اینا اویلی پیام کشور در 24 گراد زیستونکی من خواستم رفتم پیش انامو خلق بدخشان باور کنید اگر همین تاجیکونا پوشیده اومده چونون همین قدر دوران استقلالیت وصف میکنن که من و شما در مرکز علم و معرفت جایگیریم همون قدر وصف کردن میتونیم. مدلی که در حقیقت صمیمانه انا همون کرتای تاجیکونایی که ورادنیک داره و سینه‌کش دراز پوچه‌ای که شیراز داره و همون رومال زیبایی که تاجیکونا به سر داره. برای چی میگن که وزیر ما ریتون میگذرونم میگن که معلومه ما 30 سالمون به جای رسیدگی. ای مردم ما در وقت ما در حقیقت سال خورده هم داشتیم. سال خورده ما چی گونه میپوشید؟ مادرامون به یاد بیاریم، بیبیامون به یاد بیاریم. برای چی ما اینقدر کوشش کردیم؟ من همچون کادر جوان وقتی که دانشگاه رو ختم کردم سال 90 با مقامات ناحیه وخش به کار رفتم. سال 90 بود. من جوان بودم. خواهش سخت کاری داشتم. ولی افسوس اینقدر به سر و سامانی هایی که در دولتی ما بود من امکانیت کار کردن نداشتم. شما یک بار دقت کنید که ما چقدر ساده هستیم. امروز هم حتی سرور دولت گفت که یک کارمند من وقتی که در بدخشان وقتی که با بازار بدخشان افغانستان بین سرحدی هست همونجا وقتی که در حقیقت همونجا تماشا میکرد یک نفری که سیاه پوش بود اومد گفت که خدمتچی دولتی هستین شما. بله در تاجیکستان هم من شنیدم که چونین بیگانه پرستی خروج افته. خواهش دارم که همین بیگانه پرستی را به سر نکنیم که حقوقای خود پایمال میکنیم. ما اینقدر ساده هستیم که اینقدر انتظار بودیم که امروز استقلالیت به دست آوردیم. ما خوشبختانه ملت خدا ما را دوست می‌دارد که چونین پیشوای ملت ما در پیش در آوردم. میبخشید افغانستان اگر یگان تاتون اگر خونه بروه با میلیاردها میلیونها بازی میکند ولی ندارم پیشوایی که پیش در باید. میبخشید سوریه اومده از ما چند بار آتش بس اعلام کردم ولی که پیشوا ندارم. ای مردم کشور ما همون روزا را هیچ وقت یادم نمیبرم. وقتی که من جوانو را قبول میکردم جوانو طرف من میگفتن که با رئیس رسونید که با رئیس ناحیه بخش گپزنی نمیموندم. من میبرمدم جوانو چیه که خواهش دارید من مینویسم میگیرم من این را اجرا میکنم. لیکن اما گروهی بود که همون جوانو را با دام خود کشیدگی بود پگاه می اومدن 2-3 برابر زیاد همون خواهشش چون زیاد میکردم. ما وقتی که اینقدر کوشش کردیم جانکنی کردیم برای یک بولکخلی ساعت‌هاش قطار ایستادیم بود که جان بختن از گشنگی. لیکن امروز ما استقلالیت و وحدت ملی را به دست آوردیم. نخود که یک کینو فیلم ترکی را که تماشا میکنیم علاقه گرفته بیگانه پرستی را به سر میکنیم. برای چی؟ ما برای چی؟ لباس فرهنگ ملی خودمون نداریم. بله ما خدمتچی دولتیم. لیکن روز شنبه میشود یک بار کمیته بیایم همه ملی پوشیده میبیاید. برای که همه مادر تاجیک به دنیا آورده است او را تربیه کرده است. او در انامو سیمای مادر تاجیک خود تربیه کرده ایستاده است. من زید هستم در حقیقت حاضر در مختار بدخشان عموما نیست. خوشبختانه نه نیکوی خشتباری نه نیکوی برمحل همه کوشش میکنند که فرزندای خود کسب آموز کند هنر آموز کند و دانشگاه ها سپرد. در ولایت سوخت نیست. در خطلان هم کمتر شدگی. ما از در کجا است؟ در خود شهر دوشنبه در مرکز پایتخت همه شرایط ها هست. ببخشید تپلی پول تربکس آب گرم همه اسویشنی پستایانه هست. اما چی نوع شکلی میکنیم؟ ما با جایی که روچکا و ورق گیریم یک کودک تربیه کنیم تعلیم میبخشید کمترک از شهر دوشنبه اینا دخترک های من مانیتوری گذروندم کمترک بیرون بروه دخترک از دست دور موندگی بچه ریش موندگی دخترک پوشیده معنی ندارد. چوی خیلی پوشیدی بچه وزارت تندرستی رو دعوت کردیم مردم اومده است من در مراجعت کرده است که معلومه من با ایش اویلم زندگی نمیکنم. یک بار کشودگی و سینتتیک پوشیدگیش تماما تنهاش هم خیلی جوغر برین یک تا زخم پیدا شده است. میبخشید وای مولجه نوشونده است و خیلی من متخصص رو دعوت کردم. فرزندوش نگاه میکنیم و همین حسی ترس در دل دارد. من خیلی صدبر دارید گذارونده
وقتی که دخترک رفته بود یکی توپیچه داشت و لنتچکاش بافتگی بود دختر جون لبای جون گفتم من در مراجعه من مادر میبینم از خنده فرزند کو خرسند نشوم وقتی که دختری که حجاب بسر داشت دختر جون یک چی میگوین این همه نگاه کنید ترس وهم خرافات پرستی در دل همون کودکا که بیچاره جو کردن در دوران استقلالیت میبخشین این تینجی و آرامی و این صلح و ثبات ما باید قدر کنیم ما مادران با فرزندای خودمون فهمونیم یکیش میگه که مردمون نمیموند میبخشین برای یک کار دیگر دل مرد یافته میتونیم آتجانش هیچ گم نیم امروز باید دخل کنیم امروز آتجانش مرندی که مادر شما میپوشید من هم خیلی میپوشم همون مرده که هیچ وقت شما زیدیت پیدا نمیکند شما را دستگیری میکند ما مادران ما باید توانیم که در روحیه وطن دوستی تربیت کنیم در روحیه مهر به وطن و به مادر تربیت کنیم میبخشیم ما ریت‌ها با نماینده پروکراتور و وزارت کارهای داخلی امنیت میگذارونیم انا همون دخترکایی که سخت میپیچونن خچونن میرویم از قفوشون یک جایده جمع شده و میبخشین مرد زنهای بیگونه رو به همدیگر یکجا میکنن وقتی بیگونه پرستی کردی سبک‌پایی هم بعدی او پیدا میشود من این با چشم خود دیدگیم من خودم همچون رئیس کمیته مشاهده کردگیم و اون صفر اون متخصصی که امروز من دعوت کرده با اون دخترکان کار برده ایستادم میبخشین وقتی که مقصد مو را میفهمد بعد به گریه میدروید که معلمای عزیز من خواهش ندارم که به همین راه روم لیکن یک نفری بود که به همین راه در آوردم و دختر برد برای همین ما پیش از همه حس بلند ملی باید داشته باشیم حس بلند وطن دوستی داشته باشیم افتخار از پیشوای ملت کنیم و به هر گفته های سرور دولت گوش انداخته سرمشق کار خود کنیم انا اون وقت میتوانیم که وحدت کامل ببخشید هممون به همدیگر انا میشه سرجم باشیم حاضرم اگر شما یک چیز را مشاهده کرده باشین در یگون خونه افغان میبخشین تروریست اومده بالای سرش دادن نیسته که تو زن تا بزن بینیش ببر یا که گیر در درون تندر پرتو علاوش سرته نیست خیر ماس اویلا نیست اویلا داری یکدیگر فهمی نیست وحدت نیست برای اینا منم خیلی میشود تروریست اومد تیرش پرتو رفت ما با همدیگر متحد باشیم باید تو انا همین ما باید که در 20 سالگی وحدت ملی ما توانیم همون وحدت کامل برپا کنیم چی در اویلا داری چی در ساختاری دولت داری و چی در همسایه و در خیش و تبارگری با او بیگونه پرستی که با ما در حقیقت بیگونه است بگذار بیگونه باشد ما هیچ وقت قبول نداریم میبخشین یک نفر زنی که معلمه دانشگاه اسلامی کار میکند لباسی بیگونه پوشیده است 3 تا فرزند دارد یک پسر دارد 2 تا دختر من در مراجعت میکنم یوریست دعوت کردم در پیشم شنوندم گفتم بچه میگه بشید چی میگویی این معلمه شوهرم قطعی زندگی خواهش زندگی کردن ندارم او برای چی برای که مینوشد من مادری همون مرد که دعوت کردم مادری مرد گفتم که همین پسر شما در خونه شما مینوشید گفت نه معلمه جان فرزندی من هیچ وقت نمینوشید نمی چند سالی آخر است که مینوشد وقتی که تو مسلمانی خطا سخت پیچوندی چقدر پدری که مردی که از او 3 تا فرزند به دنیا آورده ایستادی اینقدر دوستش میداری او را کافر رو میکنی یا کنید بسیار جاهلن برای چی بگذار همون لباس ملی باشد بگذار احترام باشد بگذار اویلاداری در صمیمی باشد بگذار فرض در روحیه بلند وطن دوستی و میهن پرستی فرزندش تربیت کرده تواند من گفتم میبخشید معلمای عزیز شما نه تنها احترام مردک و حقوق مردک پایمال کردید شما حتی حقوقی در اودیتوریای دانشجویی در اومدن دیگر ندارید ما باید همه طرفه تحلیل کنیم ما همیشه ما باور کنیم رئیس کمیته کارگزاران هستم در هر یک نظارتی من میگم که ما در تنهایی هیچ هستیم و ما اگر با شما وسایل اخباری اومد یک جا شویم انا کاری خوبه نوران علی نور می شود که مقصد کمیته این است و می توانید شما در همه جا معرفی کنید و همه اون نفرایی که در حقیقت وزیر گفتن که یک نفری هست که با زوراوری خانوادگی کمیته هم همش نمیدوند وقتی که شما اگر معلومات به ما پرتوید حسن جان چند مرتبه چند نفری را که پیشنهاد کرد من کوشش کردم با او همکاری کردم من وظیفه دار هستم فقط شما خبر تید ما در همبستگی باید همکاری داشته باشیم هوای ما گرم است دخترها هوای ما گرم است و اون لباسی که
که با بر دارد در حقیقت موافقت نمیکند و با وزارت تندرستی همکاری کردیم. اون کمبودی که در بدن او زن بود و دیگر مردهایی که در حقیقت مراجعت میکنند از مشکلات زندگی، زنهایی هستند که در حقیقت با در موردی که همون مسئولیت پدر و مادر و همون رعایت نکردن مراجعت میکنن. ما کوشش میکنیم که کمک کنیم، دستگیری کنیم و اون مسئولیت‌های حقوقی از طرف حقوق شناسان کمیته، پسیخولوژ و روانشناسان کمیته در حقیقت همکاری دارد.